جلال. تو به منطقی خودم این کار انجام میدی و میخوایی که مرا بدنام بسازی. لالا ما گفتمش بگم بگه پا نکرد. ما گفتم این کار خوب نیست. لالا من این کار به خاطر خودت میکردم. این ماموره که جزا میدادن که برای تو دوسیه انداخت. خواه جلوش که باشه. ما حالا به شما نشان میدم که یک نان چند فطیر است. لالا هرچی که هست نامرد و بیغیرت نیست که ناموس کسی را اختطاف کنه. لالا بیادر ببخشیشم. لالا جان زنده باشی. خیر ببینی. خداوند عمرت برکت برده. سیس بری بخیر باشی. زنده باشین. لالا جنجال نکنه. هیچ جنجال نکنید.